سلام دوستان، من برای اینکه یه مقداری از تجربیاتمون رو راجع به هیروز استودیو به شما انتقال بدیم تصمیم گرفتم یه ویدیو درست کنم با آفرین خانم که هر چیزی که ما میدونیم حداقل برای ابتدای کار به شما منتقل بکنیم. اولین چیزی که شما توی بک‌گامن استودیوز میبینین این تصویر لاگین هستش. این لاگین یه گریتینگ بهتون میده و بعدم که شما این چیز رو میبینین که یعنی میتونین نکست کنین یا اینکه همین اکس رو بزنین. این اکس رو بزنین و ادامه بدین که یه همچین چیزی رو شما میبینین. من قبل از این ویدیو داشتم با آفرین خانم صحبت میکردم راجع به اینکه هیروز چه امتیازاتی داره. اگه ممکنه آفرین خانم مقداری بگین که مثلا چرا گاهی وقت آدم هیروز رو به گلکسی ترجیح میده. سلام. ببینید این روز خیلی آپشن های مختلف داره که به ما یه امکاناتی میده که تو حین بازی میتونیم اگه بخوایم ازش خیلی استفاده کنیم، حرفه‌ای‌تر بشیم و همزمان بتونیم اشکالات خودمون رو ببینیم. کلا آپشناش خیلی قابل تنظیم هستش و کمک کننده هست. حالا به خاطر که طولانی نشه تو حین بازی که خواستیم توضیح بدیم من میگم کدوم آپشنش به درد میخوره برای کسایی که بسیار عالی. خیلی خب، برای خود من هیروز از این نظر خوبه که کامیونیکیشنش خب خیلی راحت تره، برای اینکه شما قشنگ میتونین با حریفتون صحبت کنین. توی گلکسی فقط باید اون شکلک ها رو بفرستین یا فقط از اون پیام های استانداردش استفاده کنین، به اون صورت چیزی رو از شخص یاد نمیگیرین. و یه فیچر دیگه ای هم که داره که من خودم خیلی خوشم میاد اینه که شما میتونین ساعت رو پاز کنین. مثلا فرض کنین یه لحظه آدم میخواد دستشویی بره یا میخواد مثلا تلفن جواب بده، میتونین تایمر رو استاپ بکنین، ولی توی گلکسی اصلا نمیتونین این کار رو بکنین. خب من الان توی اینجا شما نگاه میکنین، من پلیر ها رو به ترتیب الفبا گذاشتم که همه رو اینجا نشون میده. آفرین خانم اینجا هستن و خود منم اینجا امیر 500 یه مقدار این بر پایین تر هستم. ستونای دیگهش ریتینگ، پرچم کشوره و اینم استاتس افراده که شما اگه موس رو ببرین خودتون میبینین که هر کدوم اینا چه معنی داره. بعضی آماده بازی هن، بعضی منتظر تورنمنت یا چیزای دیگه. تبای دیگرش هم بعد با آفرین خانم با هم بهتون توضیح میدیم که فعلا روی لایو مچ هست که نشون میده کیا دارن مسابقه میدن. حالا من که یه نکته مهمی امیر آقا تو صحبتتون اونجایی که استاتوس های مختلف وجود داره ما فقط میتوانیم با کسانی بازی کنیم که پرچم شطرنجی دارن، یعنی اونها به ما اجازه میدن که ما بهشون درخواست بازی بدیم. اگر پرچم شطرنجی نبود ما نمیتونیم به اون بازیکن بازی کنیم مگر اینکه بهش پیام بدیم و اون خودش پرچمشو شطرنجی کنه که بله. ما ببین مثلا اینو الان این شخص بیزیه، من میذارم میگه شما فقط میتونین ابزرو بکنین مثلا. ولی این یکی رو، این ایروسمیت رو مثلا من میزنم میگه چالش یعنی میایین بازی کنین باهاش. حالا من فرض کنین آفرین خانم رو میخوام دعوت به یه بازی بکنم. این صفحه میاد اینجا. این صفحه رو اگه ممکنه آفرین خانم از این بالا توضیح بدین. نگاه کنید فرمتش که استاندارد خودش گذاشته. خب بله. این اولی شما کاری نداریم. دومیش نوشته مچ تایپ که این مچ تایپ رو اگر بذاریم رو گزینه دوم، یعنی روش که میزنیم یک تعداد انتخاب به ما میده. گزینه دوم باعث میشه که ما تو حین بازی بتونیم پیارمون رو لحظه به لحظه و عملکرد بازیمون رو لحظه به لحظه ببینیم. تو مسابقات اجازه استفاده کردن از اینو معمولا خودشون میبندن، ولی برای بازی‌های دوستانه شما میتونین این گزینه رو بزنید، میتونین هم نزنید. گزینه بعدی که نوشته لینک در واقع به شما میخواد بگه که شما 3 تایی میخواین بازی کنین، 7 تایی میخواین بازی کنین، 11 تایی بازی کنین، میزنید روش و اون تعداد
بازی پوینتی که میخواین انتخاب کنید رو انتخاب میکنید. مثلا الان شما چی انتخاب ما کردین با الان من؟ گفتم ستایی مثلا بزنیم که توی در حین مسابقه هم یه چیزایی رو نشون بده. بله. گزینه بعدیش که کلاک هست، استاندارد داره، تورنمنت داره، WBIF داره. اینا زمانهای بیشتری رو، یعنی مثلا شما توی گلکسی فقط سرعتی داری و نرمال داری و کژوال داری، اما اینها استاندارداش متفاوته، بلندتره و فقط یه دونه اسپید داره. میتونی رو هر چیزی که خواستی خودت تنظیم کنی. بله. این الان ببین مثلا الان من ستایی زدم، استاندارد زده 120/10. این 120 یعنی ثانیه. فرض کنید بله. یعنی هر دست بازی شما میتونید 120 ثانیه استفاده کنید، یعنی 2 دقیقه پس کنید برای یه بازی ستایی شما میتونید 6 دقیقه وقت دارین، به اضافه 10 ثانیه هم اون دیلی تایمتونه که میتونین استفاده کنید. اینایی دیگر هم به نظر من که دستش نزنین، یکیش به خاطر اینکه ریتد باشه و بعد هم پی آرتون هم میتونه حساب بکنه. یه مور هم داره اینجا که اون بعضی جا میگن پیپ کاونت رو ببندیم که بیشتر شبیه بازی حضوری بشه و قسمت آنالیز و چیزاشه، ولی اگه واقعا بازی معمولی میخوایم بکنیم ما به اونا کاری نداریم. تو تنظیمات دوستان اینا به جای آن آف هستش، یعنی بله. دستش نزدن ولی آف هست، یعنی اگه بخوان بازی تغییرش بدن فقط چپ و راستش که کنن آن یا آف میشه. درسته. بعدم میتونین که چت بکنین با دوستتون و قبل از اینکه بازی کنین و مثلا شرایط بازی بگین یا چیزایی. حالا من آفرین خانم رو اینجا چلنجشون میکنم، یعنی دعوت به بازی میکنم ایشون رو برای یه بازی ستایی. حالا اون ستینگی که آفرین خانم گفتن کانسالتیشن 2 تا چیز داره. یکی اینکه صدا داره برای اینکه وقتی بازی خوبی میکنین میگه مثلا آسام همش مثلا میگه بازیتون خیلی خوب بوده و اینا. و دوم اینکه همونطور که آفرین خانم گفتن بعد هر حرکتی به شما میگه که این حرکتتون خوب بود یا بد بود. کیوب اکشن رو یه 2 3 حرکت بعدش میگه، ولی موومنت ها رو همون موقع بهتون میگه که مثلا بازیتون خوب بوده یا بد بوده و یه لیستی از بازی های خوب رو بهتون نشون میده. الان من منتظرم که آفرین خانم. بله. خیلی از دوستان دوست ندارن که کسی تو بازیشون صحبت کنه و مثلا بگه آسم. خب بله. یک گزینه ای هستش که اینا میتونن صدا رو تنظیم کنن و این خانم یا آقایی که صحبت میکنه رو قطع کنن و فقط براشون بنویسه. Game on. که تو گلکسی تایمر شما همون موقع شروع شده، ولی الان تایمر هر دوی ما روی 6 مونده، یعنی تا وقتی که شما اولین حرکت رو انجام ندین هیچ اتفاقی نمیافته. خب آفرین خانم میخواین شروع کنین شما بازی رو؟ خیلی خب الان میبینید آفرین خانم اینجا بازی کردن. تایمر الان نگاه میکنین، تایمر من الان شروع شده اینجا. بعد این من الان فرض کنین یه لحظه میخوام یه کاری بکنم، یه مثلا یه چه میدونم یه تلفنی برام شده چیزی. این کلاک رو میبینین اینجا. الان من یه لحظه اینو من میتونم، البته آفرین خانم میتونن پاز بکنن برای من. میشه پاز کنین شما؟ این الان من کانفرم کردم. Nice. خیلی خب الان نگاه کنین این کنار شما میبینین که الان این بازی که آفرین خانم کرده رو زرد رنگ کرده. الان من روی این یه دونه کلیک میکنم، این به من لیست بازی ها رو نشون میده که بهترین بازی این بوده فرض کنید از 23 به 14 مثلا، بعد از اون 24 به 15، 24 به 18 و 13 به 10 که این بازی زرد رنگ بوده. ارور زیادی نداره، 0.80 یعنی در حد خیلی کم حساب میشه. بعد شما این حالا میخواین برگردین به بازی، این فست فوروارد وسط تخته رو که بزنین این دوباره برمیگرده حالت عادی میشه. خیلی خب حالا بریم روی اون ستینگه، روی اون ستینگی که شما گفتین. اون کدوم قسمتیه که میتونیم چیز کنیم پی آر رو فعال کنیم؟ اون چرخ دنده ای هستش که سمت راست هست، بالایی رو باز کنید لطفا.
سمت راست بالا. بله یه چیز کننده اونجا داری؟ بله خب ببینم اینو. خب این نه، اینو ولش کنیم. بله چرخنده پایینی رو باز کنیم. بله پی خب آر میتر بکنیدش تپ. اومد یه کلاه اومد سمت راست، ببینید کنار عدد 64 که سمت راست بیان راست صفحه، راست صفحه کنار بله پرچم. آره. اینجا درست کلاه اومد بزنید روش، بیا رو بهتون نشون. آها خیلی خوب حالا اگر تو همین جدول بخواین لاک رو هم اضافه کنین، لاک متر رو هم تپ میکنید، هر چیزی که بخواین رو تپ میکنید. درست. خب بزن یه بار حالا یه بار دیگه این دفعه میخواین شما منو چالش کنین. باش آقا امین هستی؟ بله امیر 500. خب دیدم. خب الان پرچم شما برای من شطرنجی نیستش، برای که بتونید شطرنجیش کنید میرید رو اسم خودتون. آها رو اسم خودتون که رفتین یه جدول باز میشه، اولین گزینه شطرنجی کردن، دیدینه؟ بله عالی. خب حالا من یک ستایی به شما چالش. You have a challenge. Game on. خیلی حالا این شروع شد، دوباره من رول میکنم. حالا این چیز رو من باز کردم، بزنین 6 و 4. من حالا فرض کنین شما رو بزنم اینجا. Awesome. این آسامم گفت و بله چون تبش کرد. الان لاکتون هم میتونین تب کنید اگه دوست داشتید. کدوم لاک روی میرید رو تنظیمات، همون چرخ دنده سمت راست، آها هر گزینه ای رو که خواستید تو این لیسته تپ کنید. بله خیلی خب الان من اومدم اینجا لاک میترم زدم آن بزنم یا رو تب بزنم. که بزنید عکسش کنار صفحه الان اضافه میشه، یه لبخند میاد. آها دیدید؟ بله بله برید رو بچه ها ببینن. آره. درست الان لاک شما مثبت بوده، لاک من. آها خیلی خوب پس این الان اینجا هم نشون میده. خیلی خوب حالا من دوباره رول میکنم 6 و 1. اوکی پس من 6 و 1 بازی میکنم، 6 و 1 و کامل. Awesome. خیلی خوب یه خوبی دیگه هم که هیروز داره، وقتی شما حرکتی رو عقب جلو میکنی، ببینید الان شما تاسک میریزید حرکت رو عقب جلو میکنید، من تصمیمات شما رو میبینم. درسته عقب اینم خیلی مهمه. یعنی شما میتونید بچینین، درسته انیمیشن داره. خب دوباره من رول میکنم اینجا جفت 6. حالا اگه نخوام اینو آندو میکنم، میگم خب مثلا میخوام این کارو بکنم. الان فرض کنید من مثلا این حرکت رو انجام بدم ببینم چی میشه. Double blunder. Very lucky. الان ببینید این بلاندر برای من زد این قرمز رو و کنارش هم یه اسمایلی میبینین، یعنی میگه که چقدر چیز لاکی بودی که اینو آوردی و حتی تایمی هم که اسپند کردی روش فکر کردی رو هم اینجا بهتون نشون میده. من اینجا الان اینو It is your turn میزنم، now. ببینید میگه که باید میزدم 24 18 دوتا 13 7 هم دوتا، یعنی باید اون حرکت رو میکردم. دوباره فست فوروارد رو میزنم ادامه میدم. حالا یه خاصیت دیگه هم که این داره اینه که فرض کنید من از 13 میخوام برم رو 5 و میتونم بیام روی 8 یه دونه کلیک کنم، خودشونو میاره اونجا، رو 4 هم کلیک کنم میاردش اونجا. بعد خب البته اینا رو میتونم الان آندو بکنم. یا اگه مثلا فرض کنید من یه پوینتی رو میتونم بسازم، ببینید روی اون که بیارم دوتاشو میاره اونجا. الان میبینید مثلا 4 و 5 هر دو را آورد اونجا. خیلی برای سریع کردن بازی خیلی خوبه. خیلی خوبه. فرض کنید من 54 مثلا من اینو بیام اینجا و 4 هم مثلا بزنمش. Big blunder. بازم بیگ بلاندر به من میده. بازم میتونید نگاه کنید که چقدر تایم گذاشتین روش و آیا لاکی که نبوده ولی خب چه حرکت
ششم رو من انجام دادم، یعنی تقریبا جزو بدترین حرکت ها و میزان ارورش هم خیلی بالاست. خیلی خب، حالا فنی خانم ادامه میدم. من تو حین بازی برای شما چت کردم که بچه‌ها ببینن که چت هم میشه که از دوستان آها، ببینن. من برای شما یه چت کردم که تایپ شده اون پایین. خب Your opponent doubles. خیلی خب. من الان فرض کنید میزنم تیک. You take. آره، ولی الان نگاه کنید مثلا 4 و 1، من الان 1 بازی کنم و فرض کنید مثلا 4 بیام این پایین، همین الان به من Awesome. نشون میده اینو، میبینین؟ ولی برای کیوب الان شما مثلا من الان فرض کنید الان من کیوب بکنم اینجا، این کیوب You رو double. الان شما اکسپت بکنین مثلا، یا حالا هرچی. من اکسپت کنم وقتی شما تاس بریزی بهت نشون میده. آره الان دیگه، بهت ولی توی مووا Your تا opponent takes. ببینید الان هنوز نشون نداده که کار خوبی بوده یا نه. تاس بریزی نشون میده. آره، ولی برای حرکت دقیقا حرکت نفر بعد اونو نشون میده. خب من الان 6 و 1 فرض کنید مثلا من میام اینجا و اینم میام اینجا. Blunder. الان دبلتون رو نگاه کنین قرمز دار. آره الان چیز کرده. خب الان پیارمون چنده تا اینجا؟ خب من الان اینجا میام، پی آر ها الان مال من 81، شما 2 و 22. اوکی. شانتمون چجوریه؟ Awesome. چیزمون لاکمون آره. لاکم آره 0.34 و 0.19. آقا امیر اگر کسی تو بازی ما رو ببینه یه چشمی اونجا هست، میشه با فلش برید رو بله این چشمه الان روش نوشته 0. اما اگه کسی بیاد تو بازی ما 1 نفر 2 نفر 10 نفر تعدادشون رو میزنه. اگه رو چشمه باز کنین معلوم میشه که کیا دارن بازی ما رو میبینن. الان چون درست. کسی نیست نشونشون نده. کسی نیستش. بله. خب من الان 5 میام اینجا، فرض کنید 2 هم اومدم اینجا. Blunder. دوباره حالا برای 4 من میتونم روی 9 پوینت کنم، خودش بیاردش پایین. Awesome. اه، آقا امیر یه فلشی اون پایین هست سمت راست کنار اسمتون، بله کنار زیر اسمتون. بله اینو که بزنید سمت راست، آره اینو که بزنید تاس خودکار ریخته میشه. درسته. یه چیز دیگه هم که کنارشه، اینم برای کسانی که میخوان تو همدیگر رو ببینن، یعنی وبکم رو روشن میکنین و میتونین با همدیگه حرف بزنین و صورت همدیگر هم ببینین و اینا. اینم یه خاصیت خوبیه. برای بعضی مسابقه ها هم اصلا میگن باید کامراتون روشن باشه حتما که بازی کنین. شما بزنید که Awesome. آره وقتمون طرف نشه. 5-1. منم. بله خب یه وقتایی شما موقع خوردن که میخواین مهره بخورین مهرهاتون میره زیر پرچم کنار اسمتون و نمیتونید تعدادش رو درست ببینید. خب بله. من خیلی وقتا تو بازی این پرچم رو برمیدارم. چطوری پرچم رو برمیدارید؟ میرید رو پرچم خودتون 2 بار کلیک میکنید. این پرچمی که بالای اسممه. بله 2 بار کلیکش کنید برداشت. آها آها، البته با یه بار رفت، با یک کلیک بله. رفت. بعد اون موقع وقتی مهره میخورید تعداد مهره ها رو براتون مینویسه. وقتی پرچمتون هست دیگه تعداد مهره ها رو براتون نمینویسه. درست. Nice. آقا امیر باخت رو قبول کنیم دیگه. خب حالا اگه من بخوام ریزاین بکنم، اینجا این یه دونه پرچم این سمت چپ پایین هست، این میتونه
برای من ریزاین، اینو که من میزنم میگه چی رو میخوای ریزاین کنی، سینگل، گمن، بک گمن یا مچ، که مثل گلکسیه تقریبا اینا. ولی حالا ادامه بدیم، میخوام قسمت بیرافم نشون بدم اونجا رو. باش. یه جور دیگه هم که باز میتونید دیزاین کنید اینه که میرید نتیجه صفر رو صفرتون که بزنید دیزاین براتون باز میشه. درسته. الان من 6 و 2 میام بیرون. منتظر این بودین؟ Unlucky. 5 You 6. have a آها، checker on the bar. آنلاکی Unlucky. رو هم میبینین اینجا به صورت باز شکلک این کنار نشون میده اینجا. Very unlucky. خب من الان اینا الان لاکی نشون داد به من. آره اسمالی Awesome. لاکی Very lucky. هستش. Awesome. Epic luck. You have a checker on the bar. این الان اپیک لاک. آها، من الان چون زدم رو اتو این هی به من میگه you have a checker on the bug. من اینو از حالت اتو درش میارم. او میگه running out of time، دیگه زیاد چیز نداریم. خیلی خب الان این 6 و 3 اتوماتیک وقتی که فورسه خودش بازی میکنه، انجام میده اون بازی رو برای من. الان من 1 و 5 میام. Awesome. Very lucky. اینم باز بری لاکی کرد. 5 و 2 من میام بیرون. بذار شبید 6 و 4. خیلی خب من الان میام این 6 و 4 رو از این بر میام بلکه بتونم یه شات بگیرم. Lucky. 5 و 4. خیلی خب. ما البته Awesome. مثل Unlucky. دهه زوممون داره تموم میشه، ممکنه قطع بشه. نمیدونم. خب میخواین دیزاین چیکار می‌خواستین نه بکنین؟ میخواستم بیراف رو نشون بدم. 4 و 2. Blunder. Very unlucky. اینم 4 و 2. Awesome. ببین الان پرچم رو برداریم موقع Nice. خوردم پیدا میشه. آها تعداده که رفتن. بعدم می‌بینید دستش. حالا یه دونه چیزم این کنار هست. اینجا این دوتا فلش رو میبینین که سرکله. این حالت گریدی بیرافه. وقتی اینو میزنین خودش براتون میخوره. Awesome. اون جایی که فورس نباشه دیگه، یعنی تون Awesome. یه مقداری برای وقتی که وقت کم میارین سریع میکنه کارا رو. Awesome. Awesome. باش. بعد یعنی یه چیز باشه که پیارم بتونیم ببینیم بعدش تو جدولش. آره این الان نتونست گریدی بکنه، باید این انجام بده. Awesome. خب من الان اینجا این پرچم رو میزنم، میگم که مچ رو من ریزاین کردم. You played on beginner level. بعد حالا الان نگاه کنی اینجا اسکور آفرین خانم رو نشون داده، منو نشون داده، ریتینگ های قبل و بعد بازی رو نشون میده، پی آر هم که نشون داد و میزان لاک رو هم نشون داد. اینجا من یه آپشن دارم که سیو مچ میتونم بکنم، این فایلش رو میتونم سیو کنم و نگه دارم، یا اینکه اینو میتونم بزنم ریویو که برگردم دوباره تمام این حرکت ها رو از نو همه رو نگاه بکنم و مرور بکنم. و حالا از اینجا اگزیت میکنم تا یه چیزای دیگر هم نشون بدم. حالا این شما مزیتی که به گلکسی دارین یکی اینه که اولا نگران از دست رفتن سکه هاتون نیستین، بعد میتونین راحت چت بکنین با شخص. الان من این چیز رو فیگر اوت نکردم که تایم رو چجوری پاس کنین، ولی من تو مسابقه ها دیدم که وقتی به حریفم گفتم که خب من 1 دقیقه تلفن دارم اینا،
برای من پاز میکنن، درست مثل حضوری که ساعت رو براتون پاز میکنن و این همه ستینگ هایی که گلکسی اجازه نمیده، چون گلکسی هرچی هست باید با همون شما بازی کنین، ولی اینجا بهتون خیلی چیز میکنه، خیلی بهتون امکانات مختلف میده، ولی خب از یه طرف هم یادگیری میخواد. من خودم در واقع پریمیوم ممبر هستم روی این که واقعا مبلغ پولش ناچیزه برای 1 سال. نمیدونم چقدر، میکنم 40-50 دلار بیشتر نیستش، ولی امکانات خوبی میده. یکی این که شما بتونین بازی ها رو سیو کنین و بعداً به XG بزنین. دوم این که بازی های طولانی رو میتونین بازی کنین، مثلا 17 پوینته 18 پوینته، اینا همه امکان پذیره. ولی برای فری ممبر You have a معمولا challenge. من الان چالش برام اومد، اینو دیکلاین کردم و میرم رو پلیر، چون الان نمیخوام بازی کنم. میرم خودم رو پیدا میکنم و الان اینجا خودم رو نمیبینم چرا کجا رفت. اوکی. anyway پس من اینجا این امکانات رو دارم. حالا یه چیزایی که داره، یه تبای دیگه‌ای که داره اینجا، مثلا شما میتونید تو تورنمنت های اینا شرکت بکنید، مثلا سوئیس تورنمنت یا سینگل الیمینیشن یا چیزای دیگه. بعضیاشون باید حتما بیرون رجیستر کنین یا پول بدین، بعضیاشون هم تو خود اینجا به صورت فری هست. الان من مثلا مای تورنمنت رو به شما نشون بدم. الان اینا همه تورنمنت هایی که من توش هستم. فرض کنین الان هیروز گولد 9 پوینت، الان مثلا امیر اینجاست، امیر حسین، راند 1 راند 2 راند 3 و تایم لیمیت هم نداره. من مثلا بعضی از اینا رو مدت ها پیش ثبت نام کردم، مثلا یادم هم نیستش و اینا، ولی گاهی که میام لاگین میکنم به هم میگه حریف شما لاگین کرده، میتونی باش بازی کنی. یه چیز دیگه که خیلی جالبه بهتون نشون بدم، این قسمت پرایوت دی بیش هستش. الان ببینید قسمت پرایوت دی بی، اینم فکر میکنم باز جزء فیچرهاییه که برای پریمیوم ممبرشیپه. الان مثلا من شماره 13 اینو ببینید، این مووای شما رو همه رو رکورد کرده، تمام کارهایی که کردین و اینجا نوشته. مثلا ترینینگ ترک الان من میزنم اکسپلور، این برای من چیزهای مختلفی رو که اشتباهاتی رو که کردم و این یه جایی به من نشون میده. مثلا فرض کنید شماره 14 رو نگاه کنین، it's a trap، یا 15 trapped. مثلا این it's a trap الان برای من 3 تا از حرکت‌های اشتباه منو اینجا ذخیره کرده. من الان میذارم پلی، فرض کنید ببینید میره توی، اصلا نمیدونم چه بازی بوده، مثلا من یه جفتو آوردم، این جفتو رو من مثلا اشتباه بازی کردم. بعد این برای من یه دونه تست درست کرده اینجا، میبینین از این 4-5 تا حرکت میگه کدومش درسته. من الان مثلا باید جفتو بازی کنم، فرض کنید نمیدونم باید چیکار کنم. مثلا الان جفتو من فکر میکنم مثلا فرض کنید مثلا یه همچین کاری بخوام بکنم، اینا رو همه رو میتونین امتحان بکنین، مثلا بگین این کار رو بکنم یا کار دیگه ای بکنم، اینا همش رو میتونین برگردین یا بیاین دوباره. این الان دوباره من برگشتم، یکی از اینا رو انتخاب کنیم، مثلا چرا مثلا همون 7-3 دوتاشون میزنم اینجا، بعد سابمیت میکنم. میبینید اینجا دوباره به من میگه که آره این مثلا حرکتت فرض کن درست بوده، ولی اینجا شماره 11 احتمالاً اون زمانی که من بازی کردم لابد من اون بدترین گزینه رو انتخاب کردم، مثلا از 18 اومدم 12، از 7 اومدم 5 که اون بلاندر بوده. ایناش مثلا خوبه. ببین الان مثلا میرم باز نکست پوزیشن، مثلا بازم یه 4 تا جواب دیگه اینجا برام گذاشته که میگه 52 رو چی بازی میکنی مثلا اینجا. بعد حالا منیو رو بزنم از اینجا اکزیت کنم. ایناش خوبه. یه قسمت دیگه داره پرکتیسه. این پرکتیس ها نمیدونم آفرین خانم شما اینا رو دیده بودین یا اینکه شما نمیتونه؟ نیستم. آها پس فقط آره، پس احتمالا فقط برای پریمیوم اینا، ولی خب واقعا ارزشش رو داره. مثلا اینجا قسمت پرکتیس رو
شما برین، من الان برم مثلا این قسمت مثلا این یه سری وبسایت های مفید رو نشون میده، یا این یکی مثلا این مال خود استودیو اینجا نشون میده. شما اینجا باز میتونین کلی ترک های آموزشی ببینید، چیزای مختلف، مثلا رندوم چالش. بعد این آدماش هم خیلی وقتا از بازی های خیلی معروف اینا رو گرفتن، اینا رو در آوردن. فکر میکنم فقط یه موضوع دیگه که هستش اینه که یه خوبی دیگه که داره اینه که اگه بنا به هر دلیلی بازی رو ترک کنین، بعد که برگردین تو هیروز دوباره میتونید با حریفتون همون بازی رو ادامه بدید. بله